اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اما اگر این کار را نکردید و هرگز کردن نمیتوانید، پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتشگیره آن مردمان و سنگها اند که برای کافران آماده شده است. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. و به کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو می کنند بشارت ده که واقعا آنها را بهشت‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. هر باری که از میوه‌های آن روزی داده می‌شوند میگویند این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود و برایشان چیزهای همانند آورده می‌شود و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آن جاودانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خداوند هرگز از این شرمگین نمی شود که مثل بزند و هر گونه‌ای که باشد، خواه این مثال پشه باشد یا از آن در کوچکی بالاتر. پس آنهایی که ایمان آورده اند می دانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان. اما کسانی که کافر شدند شک کنان می گویند خداوند به این مثال چی چیز را اراده کرده است؟ با این مثال بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را رهیاب می گرداند و با این مثال گمراه نمی کند مگر فاسقان را. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خداوند را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند و اتصال آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می کنند، ایشان همین ها اند زیانکار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چگونه از خدا انکار می کنید در حالی که زنده نبودید؟ پس او شما را زنده گردانید و باز شما را می میراند و باری دیگر شما را زنده می گرداند و باز به سوی او بازگشت می نمایید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم.
او ذاتی است که برای شما هر آنچه را در زمین است بیافرید، سپس قصد آسمان کرد و آنها را به 7 آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بیادار که چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه ای را می آفرینم. فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه می گردانی که در آن فساد می کند و خون می ریزد؟ در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می نماییم. خدا گفت حقا من می دانم آنچه را که شما نمی دانید. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. خداوند برای آدم اسما یعنی اسرار اشیا را آموخت. باز آن اشیا را به فرشتگان پیش کرد و گفت اگر شما راستگو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آنها گفتند پاکی تو، ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی، براستی که تو و تنها تو دانا و حکیمی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خداوند گفت ای آدم فرشتگان را از نامها یعنی اسرار اشیا آگاه گردان. هنگامی که آدم نامهای آنها یعنی اسرار را گفت خداوند فرمود آیا من به شما نگفته بودم که من و تنها من به اسرار آسمانها و زمین آگاهم و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می دانم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. و بیادار چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس. او از امر خداوند ابا ورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت به سر برید و از نعمتهای فراوان آنجا هرچی که بخواهید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگاران خواهید شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سپس شیطان آنها را از آنجا لغزاند و ایشان را از آنچه یعنی خوشنودی که در آن بودند بیرون کرد. گفتیم فرود آیید، در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگری خیش خواهید بود
و برای شما تا مدتی بر زمین جای سکونت و وسایل زندگی فراهم می باشد.